Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel today. سلام بچه‌ها، شب و روزگارتون خوش برگشتین به کانال خودتون. آرزو که هست دیگه، اصلا دیگه صحبتی نداریم و تیک تاک چقدر جالب شده. از چه لحاظ می‌فرمایید؟ خیاکی. آره. من آخه تو تیک تاک بیشتر دیگه. از اونا ما یه سری غذاهایی که خفن، یعنی یه سری خوراکی در واقع، درسته؟ یه سری دسر و خوراکیایی که توی تیک تاک الان ترند شده رو درست کردیم. الان با هم دیگه دونه دونه اول ویدیوشو میبینیم که طرز تهیه‌اش هم توی این ویدیو بهتون بگیم، بعد میریم دونه دونه تست میکنیم و نمره میدیم و نظر میدیم. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب پاستیلو برمی‌داره، میگه نه اینجوری با اسپرایت میریزه توشون، میذاره توی یخچال، بعد واقعا بزرگتر میشه، بعد میچینه میذاره فریزر رو. به پاستیل یخی. جدا خیلی چیزای یخی مود شده حاجی. داستان چیه؟ خوردنش هم حال میده. خیلی یه حالت اینجوری انگار توشون تیکه های یخی کوچولو هست، خوردنش حال میده دیگه. بعد این سوال الان اینا بزرگتر از حالت عادیشون بزرگتر شدن. مثلا این انقدر بوده، قشنگ پف کرده، اون اسپرایت رو کشیده خودش. باید بکنم خیلی خوشمزه است. بریم همین الان بریم واسه شروع داستان. میخوام از این گله شروع کنم. این گله برات کبسی آوردم، نمیشه با دست بخورم. بخور آقا. انگار نرم کرده بافتشو کامل. فکر کنم بافتش راست سفت باشه. فکر میکنم بافتش سفت بود. ما الان تا این سه تا رو بچینیم و بشینیم یه کوچولو یخ داخلش آب شد، وگرنه همون اولش که از فریزر در میاری فکر کنم اولش از فریزر در آوردیم و قشنگ یخ بود. الان کم یخش آب شده. من پاستیل معمولی رو ترجیح میدم. اینم حال میده. اون یخیش حال میده. باحاله. 1 تا 10 به این نمره بده. هیچ چیز بدی نداره، خیلی هم چیز عجیب غریب خاصی نشد. اگه اونجوری یخی میخوردیم که میخوردیم میشکست، آره اونجوری اونقدر یخ نشده. 8 شاید ولی الان بیشتر میمون توی فریزر. آخه اونجوری هم خیلی دیگه یخ میشد نمیشد خورد. آره خب اونم هست. این هم هست 5. من 5. آره نه چیز بدی واقعا داشت، ولی خب اونقدر چیزی نبود که بگی وای الان مثلا چه خبری نبود. فکر کنم اون سودا لایه روی پاستیلو کامل نرم کرده. بعد تو فریزر که میمونه اون لایه نرمه یخی میشه. حسش خوبه، یعنی طعمش اوکی. آره طعمش همونه. بریم سراغ آیتم بعدی. ببین آیتم بعدی به عشق خودت. خاچه من تست کردم راستش. آره خیلی خوشمزه. 2 تا از آیتمای امروزمون آرزو تست کرده ولی بقیه‌شو نه. ولی من تست نکردم حاجی. واقعا مطمئنم خیلی خوشت میاد. خیلی چیز فرش کننده و سرحال کننده ایه. خب چیزایی که توش داره میگه که هندونه، بعد توت فرنگی، مانگو، یخ، توت فرنگی. من یه ورژنشو دیدم، اینم که اسپرایت. یه ورژنشو من دیده بودم که چیز داره، بلوبری ریخته که من بلوبریشو آوردم. آره من 1000 تا مدل مختلف داره، یعنی هر کی هر چی بخواد میتونه بریزه. کاسه‌هاشو نگاه کنید چقدر کیوت آخه. ببین محتویات این داخل رو ببینید. توت فرنگی، هندونه، بلوبری. همشون مکعبای کوچولو حتما خورد کنید که تو هر قاشق بتونید همه رو با هم بخورید. Let's go که گند بزنیم تو میذاره. من میگم گند زدم. ببین یه خورده کلن سوراخش باید سرعتی کار کنی. آره ببین نه حالا آره نه خیلی سرعتیشی دیگه کم نمیکنه میره توی چلو میریزم اون حالت گازدارش باحالش میکنه. صداشو نگاه. واو دوستان، این یه خوراکی یا یه حالت چی میگن دسر خوراکی تابستونیه و ما در اوایل زمستون داریم این خوراکی رو.
شیرتوت فرنگی هم بنا بدیم. ما هم با یک گاز همه رو برم. میدونی به چی دارم فکر میکنم؟ به قول ایمان توی روز تابستونی، روز گرم تابستونیم، تو گرما بشینی اینو بخوری توی ظرف گنده درست کنی با دوستات، بشینی اینو بخورین، فیلم ببینیم یا حرف بزنیم یا بازی کنیم. خیلی خنکه. خیلی چطوریه که ما وسط زمستونم گرممون میشه باز؟ نه جدی، تازه الان پنجره‌ام بازه، وسط زمستونم هستیم، داریم هم یه خوراکی تابستونی. ما گرممون شد رفتیم پنجره رو باز کردیم. این ترکیب قوطه‌ور در شیرتوت فرنگی، شما کاوایی به چی میگن پس؟ کاوایی اگه یه قیافه داشت فکر کنم این شکلی، یه خوراکی بود قطعا این شکلی میشد. حلال کنید واقعا، جاتون خالی. واقعا حلال کنید. درست کردنش راحته، حتما تو اولین فرصت درست کنید بخورید. حلال کنید که تازه دستتون در نکنه، داریم تست میکنیم که شما لاکار نرید یه وقت واسه خودش مثلا قبلی رو زحمت نکشید و درست نکنید چون ارزششو نداره. بنظرم این ارزششو داره. مثلا این هاچه، این باز از اونی که من درست کردم اونم خوشمزه تر. میدونی چرا؟ چون من یخ زیاد ریختم، کلی چیز میز ریختم، بعد تا بیام بخورمشون و اینا یخا آب شد. حتما آخرین لحظه که میخواید بخورید یخا رو بریزید توش. اگه یخا رو بذارید بمونه تو زیاد یخا آب میشه، اون طعم شیرش و شیرتوت فرنگیش رو از بین میبره. خیلی گاده. آره به این ترکیب 10 از 10 قبول دارم واقعا 10. اصلا خیلی سر حالت نمیاره، جونت خنک میشه. بریم سراغ آیتم بعدی. Let's go. آقا تو تیک تاک یه چیزی هست به اسم موهای مخودله یه آیتم هست به اسم کیوکامبر سالاد. آره سالاد خیار، ولی 2 مدل داره. یه مدل چینی داره، یه مدل داره با خیار استرالیایی یا همچین چیزی نمیدونم. آره از این خیارا که خیلی بلند و فلان. یه مدلش رو تو تست کردی که این بوده. آره. یه مدلش رو تست نکردی که این چینیه که میمیرم واسش، یعنی شکلش. این سالاد رو بخوای درست کنی، خیار رو میای تیکه تیکه میکنی که البته من اون مدلی که دیده بودم اینجوری با این در آره. اینو بهشون یاد بده به بچه‌ها که آره الان بهشون میگم. مثلا موادش رو ببینیم. ببین میگه که باید چیز رو مخلوط کنی، سیر و سویا سس با روغن کنجد، گوچوگارو. آره یه پودر فلفل. از هر پودر فلفلی میتونید استفاده کنید. بعد میای سرکه برنج، شکر نریختم خوب و خود دونه کنجد. اینا رو میگه مخلوط میکنی میشه یه سس. میذاری خیار قشنگ فلان رو داستان میکنی. حالا مورد دوم میگه که باید بیای همون خیار رو دوباره خورد کنی. اینجا با پیاز بنفش رو خورد میکنی. اون حجم زیاد درست کرده که اونقدر پیاز ریخته. از همه چی همونقدری که درست میکنید به میزم. بعد میگه ماست یونانی با مایونز و حالا پنیر خامه‌ای هم بریزید شما، لیمو و نمک و فلفل و فلان رو میکنی و داستان عشق و حال. اول کدومو تست کنیم؟ خواهش نه اولی واقعا؟ باشه چون تو اینو تست کردی. تو تست نکردی؟ خیلی خوشمزه است. اینو نگاه کن. شما اینو نگاه کن. آقا بریم. کلاً این سالاد خیاره رو تو 1001 مدل مختلف میشه خورد. یعنی بعضی سلمون بهش اضافه میکنن، بعضی بیکن بهش اضافه میکنن. دیدم که کرب هم بهش اضافه کردن. حال میگه باحاله. خوشمزه نیست؟ عالیه. پنیر خامه‌اش خیلی باحالش کرده. و جالبه یه سری چیزا رو که مثلا تست کردم من قبلا هم باز دوباره نزنین درست میکنه یا پیش نزنین میخورم خوشمزه تره. به خاطر عشقی که من به تو دارم. اویشی مای نگاه. چیکار کنم؟ میتونی هم وسط نمیدونم چیکارش میتونی بکنی. میتونی برش داری.
سیستم دیگه یه کلا اصلا تندم هست تنده. این یکم یه حالت روغنی هم داره درسته؟ با مزه روغن کنجده. الان مزهش مطمئنم معلوم نمیشه تو دوربین ولی خیلی خوشگله. مزهش الان با بوش به نظرم توقعم همین بود، یعنی دیگه چی میخواست باشه؟ یه خیار تنده دیگه، چون بوی تندی داره اصلا این ترکیب. تو اینو بیشتر دوست داری یا اونو؟ کدوم؟ مثلا به همین اگه پنیر خامه‌ای میزدیم خوب نمیشد؟ آخه به ترکیبش میخوره؟ نمیدونم. حالا که همچین چیزی دلم خواست این کارو میکنم. ها باریکلا. این اسمم بهت میگم باور نمیشه. باور نمیکنی. وایسا. خوبه برام. اگه این دوتا رو با هم ترکیب کنی خیلی باحال‌تر میشه. به این 8 میدم. به این 7 میدم. چون این مزهش عامه پسندتره. این مزهش یکم خاص پسنده. اگه تندی دوست نداشته باشی کلا با این ترکیب حال نمی‌کنی با خیار تند. ولی اگه تندی دوست داشته باشی چرا سالادش حال میده. من خودم منم دوست دارم. چون منم تندی دوست دارم. بریم سراغ آیتم بعدی. بریم. Let's go. این خانم یه بستنی میخواد درست کنه. ببین اینجوری. آره. توت فرنگی ها رو میاد میشینه میذاره تو فریزر. لیمو رو خالی میکنه، آبش رو میگیره، از صافی رد میکنه، میذاره تو قالب رو میذاره فریزر، بعد همه اینا رو میندازه تو مخلوط کن با یه قاشق عسل. میشه بستنی. چه واسه ما برگ نداده؟ بابا با نهایت تلاش برگ همونه فقط. آره دیگه برگ نداره. حالا امیدوارم که لیمو زیاد نریخته باشیم. بچه بافتی. بوتش کردم. خیلی ترشه ولی خوبه. ولی خیلی خوشمزه است. آره خوبه. لیمو خیلی ترش بوده. آره لیمو پدر خیلی زیاده. واسه چیه ترشی؟ آیتم نیست که دوباره درستش کنم. چرا خوشمزه است؟ خیلی باحاله. اونقدر به دل من نشست. چرا من دوست داشتم. اگه یه کوچولو لیموش کمتر بود اجازه میداد به اون مزه توت فرنگی بفهمیم خوب میشد. از 1 تا 10 چند میدی؟ من بهش 7 میدم. 7 میدی؟ 6 7. آره خوشمزه بود آخه. من همون 5 میدم مثل آیتم اول، به خاطر اینکه آیتم آخر و اول جزو آیتمایی هستن که دوباره درستش در حد تست. این با آیتم اول قابل مقایسه نیست. من آیتم اول رو زیاد دوست نداشتم ولی این خوشمزه بود. من اینو اندازه آیتم اول دوست داشتم. به نظر میاد چیه فازش فاز اضافه کاریه دیگه. برو یه بستنی توت فرنگی بخر روش لیمو بریز همینه. اینم میشه. آره اینم میشه ولی فکر کن اگه لیموش کوچولو کمتر بود طعم لیموش، اگه لیموش کمتر بود شاید بافت شما میتونستیم نرم‌تر در بیاریم همون میشد. خیلی خوشمزه میشد. آره شاید. خیلی خوشمزه بود. در کل همه اینایی که امروز خوردیم خیلی خوشمزه. اریگاتو. امیدوارم خوشتون اومده باشه شما. هر کدومو که درست کردین تو کامنت حتما برام بنویسین و بنویسین که آقا از همه کدومو بیشتر دوست داشتین. تو کدومو بیشتر دوست داشتی؟ سالاد خیار اون مدل. هاچه. هاچه. اصلا آره راستی. اونو ببین اونو قطعا دوباره درست میکنم. 100%. خیلی خوشمزه. آره واقعا. بذار من فکر کنم چرا خیلی دوست دارم منو ولی اون چیزا رو بیشتر دوست دارم. سالاد خیاره. اونی که با پنیر خامه‌ای است. آره. ببین من از الان بهت میگم من منتظرم تابستون بشه توی روز گرم تابستونی به قول آقا ایمان من این هاچه رو درست کنم دوباره بخورم. بیا با هم درست کنیم. آقا بیا. دستات امیدوارم ببینم تو. خوشنم. مگه باکینگ دست خوده دست من اینم اینجا بسته تا تابستون بعدی. آقا مواظب خودتون باشین. من کاتومی هم مرسی از اینکه ویدیو دیدین. یه دقیقه وقت بذارید به کانالم سابسکرایب کنید و اینکه کامنتاتون حتما همه رو میخونم.
یه دقیقه لایک به این ویدیو بزن. دمتم حسابی گرم. مواظب خودتون باشین. شب و روزگارتون خوش. بای بای. بای بای.